ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ, қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён», китоби якум, гуфтори панҷум. جای انیقی یافت شدن خزینه را ساکنان محلی خوب نمی دانستند یا گفتن نمی خواستند، ولی همینش یقین بود که این خزینه بی همتا نه چندان دورتر از خرابه های تخت قباد در ساحل راست دریای آمو به دست آمده است و شاید سوداگران نیز از روی مسئله شوش نقد بیش از دنبه نسیه عمل کرده از جای یافت شدن خزینه دیده به ارزانتر خریدن آن بیشتر رغبت داشتند. از همین جاست که نام گنجینه یافت شده با نام خزینه امودریا شهرت یافته در عالم علم شور و ولوله انگیخت. سوداگران بخارایی اشیاهای نادر و گرانبها را از یک کس خریدند یا از یک چند کس، اینش هم چندان روشن نیست، ولی همینش انیق است که تاجرانی کوتاه اندیش قریب همه تنگه ها و اشیاهای طلایی و زیور آلات نظر ربای خزینه امودریا را در انبانهای چرمی جای داده راهی بازاری صرافان و عتیق فروشان بلاد هند را پیش گرفتند. با گردش قسمت در راه سفر آنها را بادیه نشینان قبیله گلزای افغانستان غارت نموده انبانهای چرمی را نیز با خود بردند. سوداگران عاجز و پریشان حال از غارت شدن گنجینه بی امثال بسا آشفته و اندوهگین گشته از کپیتن انگلیس برتان مدد و پشتیبانی می جویند. سرنوشت من بعده خزینه آمو از روی نقلهای برتان تا ما رسیده است. موافق شهادت وزی الدین در انبانهای چرمی غیر از تنگه های طلایی و زیور آلاتی پرنقش و نگار با ظرفهای طلایی، پیکره های خرد طلایی و نقرگین، مجسمه های زرینی بت و صنمها، گردنبند و دستپانه های پرنقش طلایی محفوظ بودند. از غایت رحم و شفقت باشد یا حسی صنعت دوستی یا میلی به دست آوردن مکافات مناسبی عمل، افسر انگلیس با سردار دسته راهزنان گفتگزار می نماید و بازگردانیدن اشیاهای خزینه را طلب می کند و حتی همراه سربازان مسلح به غاری می رود که مکان نهانی این تاراجگرانی بادیه‌گرد بوده است. راهزنان قسم اشیاهای به غارت بردهشان را برمی گردانند، ولی تاجران از افتکار از مقدار مالی بازگشته قناعتمند نمی گردند. کار تا به جایی می رسد که کپیتان برتان چندین مراتبه به آنها تهدید نموده راهزنان را آگاه می سازد که در صورت پره بر نگردانیدن مال و موادی ربوده و اجرا نکردن طلبهایش زن و فرزندان یغماگران را به قتل خواهد رساند. در نتیجه تاراجگران باز قسمی از غنیمت‌های ربودهشان را برمیگردانند و تا امروز معلوم نیست که از آثار خزینه امودریا در دست این قوم یغما پیشه بادیه‌گرد چی مصنوعات آرایشی مانده و من بعد آنها کجا شدند. هرچی هم نباشد تاجران بخارایی به کپیتان برتان برای پشتیبانی و شجاعتش دستپانه طلایی را تقدیم نموده راه بازار قدیمی شهری راولپیندی را حالا در پاکستان واقع است پیش می گیرند.
بعد سرسانی ها عاقبت با مدد و میانروی صرافان هندو این گنجینه بیبهای تمدنی نیاگان تاجیک با قیمتی نچندان گرانی به دست گنرال مایار انگلیس کانینگهم خادم موزه بریتانیا فرانکس و دیرکتری راه آهن هندوستان گرانت افتاد. همین طریق خزینه امودریا از مکان ازلی خیش پایاناب دریای وخش و پنج با قافله سوداگران بخارایی بیرون رفته در هندوستان به دست مخلصان آثار عتیقه می افتد و سپس زیب و شکوه موزه آوازداری بریتانیا می گردد. یعنی دیرتر قسم زیادی اشیاهای خزینه امودریا را فرانکس خریده مجموعه این آثار بی‌بها را سال 1896 به موزه بریتانیا وصیت می نماید. خزینه امودریا یادگاری بی قرینه سراجدادی تاجیکان، تاج سری شاهکاری های صنعت نفیسه باختر قدیم، دردانه بی نظیر آثار تمدن و دولتداری نیاگان ما از دست به دست گذشته و هزارها فرسخ راه را عقیب گذاشته نهایت در پناه دیوارهای موزه بریتانیا می آساید. اینک بیشتر از 100 سال است که گنجینه بی نظیری تمدنی باختری ها اندرون گاو صندوق ها چون گوهرکی چشم حفظ می گردد و از پشت شیشه های پیکان ناگذر به تماشا گذاشته می شود و می گویند که یکی از عملهای پسندیده چندین خاندان با نفوذ و اشراف زاده های انگلیس تماشای آثارخانه های بریتانیا و علل خصوص خزینه امودریا می باشد. هرچه هم نباشد آثار خزینه امودریا در طول 100 سال از خاک انگلیا تنها یک بار بیرون رفته است، آن هم در جواب نمایش آثار طلای سیبیر در لندن به خارجه برآمده. سال 1979 آن را در ارمیتاژ دولتی لنینگراد، آثارخانه های مسکو و کیف به نمایش گذاشتند و بس. در جاده علم باستانشناسی باری نخست با آموختن سکه های طلایی، مجسمه های زرین و زیور آلات خزینه امودریا یکی از خریداران واقعی آن کانینگهم پرداخته است. این مردی سپاهی پیشکی از نازکی های صنعت عتیقه، علم سکه شناسی و بازیافت های آثار نفیسه عهد قدیم قدر آگاهی داشته است، به تفسیر و تصنیف قریب 1,500 سکه های طلایی و 180 عدد مصنوعات سیمین و زرین آثار خزینه امودریا مشغول شده. آنها را به زمان پادشاهی هخامنشیان، کشورکشایی های اسکندری مقدونی و دوران دولتداری یونان و باختر منسوب دانست. اندیشه های او هرچند از ناقصی ها خالی نبود، ولی قدم اعتماد بخش در ساحه باستانشناسی عهد باختریان گردید. دیرتر در ابتدای قرن 20 داننده آثار عتیقه و صنعت شناسی انگلیس دالتون نامگوی مکمل و تفسیری مجموعه اشیاهای این گنجینه را به طب رسانده. آن را خزینه امودریا نام گذاشت. او مجموعه اشیاهای خزینه امودریا را منسوب گنجینه یگانه دانست که همه‌اش یک جایه و در یک وقت به دست آمده است. ولی او در عین زمان عقیده ای را پیش گذاشت که مجموعه آثار خزینه امودریا
محصول دستی هنرمندان سرزمین آسیای میانه نبوده، به اینجا در عهد هخامنشیان از ایران انتقال یافته است. عقیده دالتون من بعد طرفداران و مخالفان زیاد پیدا کرده، در نتیجه تحقیقات‌های نسبتاً دیرتری ساحه باستانشناسی و حفریات قلعه میر و کیقوباد شاه که با سروری باستانشناسی معروف دیاکنف صورت گرفته بود باطل برآمد. هرچند بارتون و کانینگم به نقل تاجرانی بخارایی تکیه کرده مکان یافت شدن خزینه را به قسم شمالی ساحل راست دریای آمو و نزدیکی شهرک تخت قوباد نسبت می دادند، ولی دلیل‌های قوی آید به جای انیقی این بازیافت حیرت انگیزی عصر دسترس نمی شدند. بحث و مناظره ها در میان عالمان اوج می گرفت. بعضی ها تخمین می زدند که این خزینه را اسکندر مقدونی هنگام لشکرکشی هایش از چندین کشورها غنیمت گرفته با کدام یک تصادفی در کناره های دریای آکس آمو از دست داده است. آنها عمومیت تصویرات سکه های خزینه امودریا و سکه های یونانی را مثال آورده، همرنگی های عجیبی را در مجسمه خدایان، آرایش زیور آلات ها و دیگر اشیاهای نادری خزینه دسترس شده و صنعت عتیقه پیدا می کردند. محققان دیگر به تصویرات تخت جمشید و کتیبه های بیستون عهد هخامنشیان تکیه نموده، عمومیت پیکره های آدمان چوبچه مقدس یعنی برسنبردست را اساس کرده این بازیافت‌ها را به شاهان عهد هخامنشیان فارس نسبت می دادند. واقعاً در تخت جمشید و کتیبه های بیستون منظری به عبادتگاه قربانی آوردن زیارتگران مجسم شده است که آنها برسم یعنی چوبچه های سنجید، انار و نخل را چون رمز عبادت و نیایش در دست دارند. در دهها لوحه های طلایی خزینه امودریا نیز عکس مردان خیمچه به دست ثبت شده است که با آثار تخت جمشید و بیستون شباهتی عجیبی دارند. مورخانی نیز بودند که طبقهای طلایی گردن، دستپانه‌های پیچانی نوکشان به شکل سری حیوان‌های درنده، پرنده، مار، آهو ساخته شده را به بادیه نشینان سکیفی و سکایی‌های آسیای میانه نسبت می‌دادند و می‌افزودند که شاید این خزینه از قضای تاریخ به دست این قبیله‌های بادیه‌گرد افتاده است. قسمی از باستانشناسان بران بودند که بازیافت‌های خزینه امودریا که دارای بت و صنم‌های شبیه آیین بت پرستی است، به دوره‌های نسبتاً دیرتر عهد دولتداری کوشانیان منسوب است. باید افزود که گرچند سیاحان و افسران حکومت پادشاهی روس مایف، پاکتیلو، لگافیت درباره خرابه‌های تخت قوباد و برگاه دریای آمو و باقیمانده‌های قلعه استحکامی تخت سنگین، همچنین یافت شدن آثار طلایی عهد کهن و جویندگان خزینه در این موضع‌های ناآباد در انتهای عصر 19 و ابتدای عصر 20 معلومات جالب داده باشند هم تحقیقات‌های باستانشناسی و حفریات باستانشناسی حدود خزینه امودریا از جانب باستانشناسان اتحاد شوروی قریب نیم عصر بعد صورت گرفت. بار نخست به تدقیق خرابه‌های تاریخی حدود خزینه امودریا هیئت اکسپدیسیون باستانشناسی آثارخانه تمدن شرق که سالهای 1926 1927
تحت سروری دینی که در منطقه ترمیز کافتوکاوی باستانشناسی می برد مراق ظاهر نمود و نهایت تحقیقات جدی باستانشناسی و حفریات خزینه امودریا سال 1946 تحت راهبری دیاکنف در خرابه های شهرستان قلعه میر آغاز یافت. قبطهای بالای حفریات قلعه میر را باقی مانده های روزگاری عصرهای 18-19 فرا می گرفت. سپس تنور و ظرف سیرداری پدید آمد که به عصرهای 15 تعلق داشت و عاقبت غیر از بعضی اشیاهای ناچیز قبط امارت آغاز یافت که از عصرهای 2-1 تا میلاد سر کرده به عصرهای 6 تا میلاد تعلق داشت. این دیوارهای دیمنه خیلی قدیمی بود که 275 بر 270 متر مساحت داشته از کهندیز، شهرستان و رباط عبارت بوده است. از دیمنه تنگه های زمان هخامنشیان، یونان و باختریان و دورهای من بعده، مصنوعات ظرفهای سفاری، اشیاهای فلزی، آلات سنگین مهنت به دست آمد. علل خصوص 3 پیکان برنجی یافت شده ارزش بلند علمی داشته، یکی 3 گوشه اهرام مانند، دیگری 3 پهلوی مسطح و سیومی 4 پهلوی نوک‌تیز بود که هر کدام سوراخ خدنگمانی داشتند. این پیکان ها به علم باستانشناسی معلوم بوده در عصرهای 7-6 تا میلاد چون یراق جنگی سکیف های آسیایی میانه منطقه های کافکاس و ایران شهرت داشت. اولها این گونه پیکان را از استخوان، چوب، چخماق سنگ می ساختند و دیرتر به برنجی رو آوردند. عادتاً این پیکان ها را به قبیله های آریایی نسبت می دهند که در حدود آسیای میانه کنونی و شمال افغانستان سکونت داشته چون مردمی سواره و پرخاشجوی شهرت یافتند. بازیافت‌های قلعه میر یک صحیفه تازه‌ای گردید که در موضع‌های باختر قدیم موجود بودن تمدن و دیگر پیشه‌های هنرمندی را اساسناک نموده از انکشاف صنعت معماری، عمارتسازی، طرح مکمل بنیاد رباط و شهرستان‌ها شهادت می‌داد. ولی باید اقرار کرد که این بازیافت‌ها در کشادن اسرار خزینه امودریا سخنی نوی نافزودند. فقط آن فرضیه را تقویت بخشیدند که در پهناهای رود آمو طایفه های آریایی طرز زندگی مقیمی داشته به زراعتکاری، کاسبی، هنرمندی، تجارت و دیگر پیشه های روزگار مشغول بودند و دلیل های تازه دسترس گردیدند که تا تشکل امپریای بزرگ هخامنشیان فارس در پهنای رود آمو و دیگر مرزهای باختر قدیم آثار تمدن، فرهنگ و دولتداری پدید آمده بوده است. باستانشناسان ناامید نشدند و جستجوی آثار گمشده خزینه امودریا باز با نیروی نو ادامه یافت. با این اندیشه های باستانشناسی پختکار و دقیق سنج دیاکنف که در حسابات اکسپدیسیون باستانشناسی سالهای 1950-1951 ذکر گردیده است مثال شده می تواند. در بالا آب آمو در جای آمیزش وخش و پنج در ساحل راست دریای وخش 2 شهرک واقع است که یکی از آنها قابل تدقیق نیست. شهرک دیگر که تخت سنگین نام دارد ظاهراً خرابه های قلعه اوتر است که در خریطه سال 1885
قید شده است. این شهرک راستکنجه قلعه‌دار بوده از آهک سنگی سفته بنا شده است. در حدود آن در چند جای آثار خرابه یک چند بنا هویداست. این خرابه ها نیز دیوارهای سنگی دارند. در حدود شهرک جزئی پای ستون و نقش دیوار، اینچنین قسمی هیکل ها هر جا پراکنده اند. در یک جای تقریباً در مرکز شهرچه تنه ستونی پرداز یافته از آهنگ سنگ واقع است. تخمین کردن ممکن است که این خرابه های همان میل است که بنابر معلومات سرچشمه ها یکی از عبورگاه های بزرگ آمو حساب می یافت. راهی که از مرکز آسیای میانه قد ساحلی راستی وخش طول می کشید در حدود این عبورگاه خاتمه می یافت. قلعه تخت قباد که با تخت سنگین یک جا بود حدود این عبورگاه را حفظ می کرد. در عرفیت باستانشناسان را بیهوده کشافان تاریخ و نخست محققان تمدن بشری نگفتند. اسرار خزینه امودریا و کشادن پهلوهای نوی تمدن باختر قدیم به باستانشناسان الهامی تازه می بخشید. چندی نگذشته سالهای 1950-1951 هیئت باستانشناسی قبادیان با سروری دیاکنف در خرابه های شهرستانی کیقوباد شاه و تخت قباد در ناحیه قبادیان ولایت کنونی ختلان به حفریات باستانشناسی آغاز نمودند. شهرستانی کیقوباد شاه دارای باقیمانده های دیواری ولنگار قلعه‌ای بود که هنگام حفریات معلوم شد پهنی این دیوار بعضاً تا 4 متر می رسد. دیوار قلعه کیقوباد شاه استحکامی مستحکمی 2 قبطه‌ای بوده، دیواری بیرونیش را نسبت به دیواری داخلی غفص‌تر و استوارتر ساخته بودند. در میان این دیوارها فاصله جای داشت که بعضاً به 2.5 متر رسیده، چون گذرگاهی بالایش پوشیده و راهی بی خطری رفت و آی آدمان خدمت می کرد. هنگامی پیش آمدن خطر و هجوم دشمنان این گذرگاهی بالا پوش به محلها و موضعهای گوناگون شهرستان راهنمایی می کرد. شهرستان شکلی راستکنجه داشته، از 4 سمت آن 4 دروازه نچندان بزرگ استوار بروی راههای کلان داخل و خارج کشور کشاده می شد. در بالای دیوارهای شهرستان کنگوره‌های قوی و تیرکش‌های موافق ساخته بودند که از بلندی افکندن تیرها و بازداشتن حمله دشمنان را خیلی آسان می کرد. استحکام دیوارها را برج‌های مدافعوی و دیدبانی احاطه نموده قدرت مدافعوی شهرستانی کیقوباد شاه را می افزودند. موافق شهادت باستانشناسان دیوارهای شهرستانی کیقوباد شاه غیر از 16 برج کنجی باز 11 برج بیرونی و 9 برج داخلی داشت که هر کدام آنها اهمیت خاصه مدافعوی و وظیفه مهم استراتژی را به جا می آوردند. دروازه شمالی شهر نیز با برج‌های علاوگی دیدبانی که بیرون از شهر ساخته شده بودند احاطه شده برای بی‌خطری شهرستان و رفت و آی کاروانها از کشورهای دور و نزدیک مساعدت می نمودند. دیوار و برج‌های شهرستانی کیقوباد شاه از پاخسه و خشت خام بنا یافته در طول سالهای دراز چندین بار تعمیر گردیده است. ترتیب بنیادی شهرستانی کیقوباد شاه، دیوارهای استواری راستکنجه، تناسب میان برج‌ها و جایگیرشوی دروازه‌ها، شکل موزون عمارت و انشاءات‌های شهر، ترتیب و نظام خاصه کوچه‌ها، از درجه بلند صنعت معماری، انکشاف تمدن،
نظام خاصه دولتداری و شهرداری باختری قدیم شهادت می دهند. هنگام حفریات خرابه های کیقوبادشاه، تنگه های نقرگین و طلایی، شکست پاره های ظرفیات سفارین و دیگر اشیاهای روزگار به دست آمدند که بیشترین آنها به دوره دولتداری کوشانیان منسوبند. بازیافتی از همه عجیب و حیرت انگیز جامی بزرگ طلایی است که در یک رویه آن شاه کوشانی با جوشنی درازی جنگی و کلاهی نوک‌تیز تصویر یافته، در رویه دیگرش آریه‌ای برهنه مجسم گردیده است. آریه دست راستش را سوی قربانگاه عبادتخانه یازانیده، سه شاخه تیزدندانی بر دست چپ دارد و در تحت سه شاخه جسمی برزگاو نقش بسته. نوشتجات آخشا با خط یونانی عهد کوشانیان نیز در همین رویه جام ثبت شده است که به آلیه دریای وحش بودن زن دلالت می کند. برای این جام طلایی به دوره های نسبتاً دیرتری سرزمینی باختر عهد کوشانیان تعلق داشته، معمای بعضی مصنوعات خزینه امودریا را که 5-6 عصر مقدم آفریده شده بودند کشاده نمی توانست. در پیش باستان شناسان باز حفریات خرابه های تخت قباد می ایستاد که آن در ساحل راست آمو واقع بوده، به موضعی یافت شده خزینه امودریا که سرچشمه ها تصویر می کردند مانندی داشت. خرابه های تخت قباد به خرابه های کیقوبادشاه ظاهراً شباهت داشته باشد هم، ضمن حفریات معلوم گشت که آن دمنه راست کنجه‌ای نچندان بزرگی است که از کهندیز و باششگاهی نچندان کلانی اطراف آن عبارت است. باستان شناسان از خرابه های تخت قباد مصنوعات گوناگونی سفاری، آتشدانهای کلالی، پایستونهای سنگی و دیگر اشیاها پیدا نمودند که غالباً به دوره عتیقه منسوبند. تخمین و گمانهای عالمان در بابت آنکه احتمال خزینه امودریا از خرابه های تخت قباد یافت شده باشد نتیجه دلخواه ندادند. ثابت گردید که تخت قباد قلعه مدافعوی بوده، گذرگاه دریای آمو را از هجوم اجنبیان ایمن می داشته است. عاقبت حفریات تخت سنگین صورت گرفت که آن 5 کیلومتر دورتر از تخت قباد در موضعی با هم پیوست شدن دریاهای وخش و پنج و آغاز یافتن دریای آمو واقع بود. باید گفت که تحقیق نچندان جدی خرابه های تخت سنگین را اول باستانشناس دینی که سال 1928 آغاز نموده، سپس آن را دیاکنف ادامه داد. سالهای 1950 1952 و از پی آنها ماندلشتم به کافتوکاوی ارخیولوژی سال 1956 پرداخت. شنونده های گرامی، شما گفتار پنجم رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.